امروز در تئاتر موسیقی مسکوی شهر بختر به نام عطا محمدجانov همایش ولایتی تحت عنوان تربیت و تندرستی عامل مهم حفظ منفعت‌های ملی و کار خود آغاز بخشید. در واخوری معاون رئیس ولایت ختلان عبدالسلامزاده انزورات نمایندگان اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سیاستشناسان، خادمان دین، اهل ضیا و مسئولین بخش‌های ایدئولوژی شهر و ناحیه‌ها اشتراک داشتند. چورابینی در دایره دستور و سپارش‌های رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید اوید به شرح و توضیح پیام راهنمای پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دایر گردید. در واخوری قید گردید که سیاست وطن پرورانه پیشوای ملت بهره رسیدن به دستاوردهای خوب اقتصادی و اجتماعی سیاسی و به این وسیله راهنمون ساختن هدفهای سازنده ما را به ساختن یک کشور حامل حقوق و دارای صلح و وحدت رسانید. این ارزش‌های ملی با زحمت و تلاش‌های پیگیرانه پیشوای ملت به دست آمده است. از این رو بهره رشد دولت و پیگیری صلح و ثبات حفظ ارزش‌های ملی نسل جوان را تربیت ساخت تا در آوان کمالات به هر گونه کردارهای ناشایسته چون شامل شوی به حزب و حرکت‌های منفور دست نزنند. زیرا زمان معاصر بسا حساس و پر از خطرهای ژئوپلیتیکی بوده، شخصان منفعت‌خواه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی جوانان را با وعده‌های پوچ و ناصحیح وادار می‌سازند که با جنایتکاری دست زنند. ضمناً تربیت و تندرستی جوانان و داوطلبانه جلب آنها به صف ارتش کشور از مسئله‌های دیگر این واخوری بود. در ولایت نزدیکی به 200,000 نفر سینی دعوتی است و میتوان با استفاده از تجربه های پیش قدم چون جلب آنها به کورس های بازآموزی از جمله رانندگی، کفشیرگری، ساختمانچی، آشپز و دیگر کورس ها جلب نمود. با این وسیله جوانان صاحب کسب میگردند و هم به صف ارتش با اختصاص های ازبر کرده خویش شامل شده خدمت می نمایند.